سلام بچه. تو این ویدیو میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه موضوعی که هم جذابه هم یه کمی خطرناک. امواج رادیواکتیو و تاثیرش روی فناوری. قراره با هم ببینیم این انرژی مرموز چطور هم میتونه به ما کمک کنه، هم اگه بی احتیاطی کنیم نابودمون کنه. خب اول یک مرور سریع از چیزایی که قراره ببینیم انجام بدیم. اول میریم سراغ مقدمه تا بفهمیم دقیقاً رادیواکتیو چی هست. بعدش انواع تابش ها رو بررسی میکنیم، مخصوصا آلفا، بتا، گاما که همیشه اسمشون رو شنیدیم. در قدم بعدی یه بخش هم داریم درباره تابش نوترونی که کمتر راجع بهش صحبت میشه ولی توی صنعت خیلی مهم. قدم بعدش کاربردها در علم کامپیوتر، اینجا بحث جذاب میشه. و بعدش یه بخشم درباره خطرات و راه‌های ایمنیه چون خب بدون اون که نمیشه. و در آخر هم جمع‌بندی و منابع. بریم سراغ اصل موضوع. خب بریم سراغ مقدمه تا بفهمیم این امواج دقیقاً از کجا اومدن و چرا توی علم فناوری اینقدر مهم شدن. امواج رادیواکتیو تابش‌هایی که از اتم‌های ناپایدار آزاد میشن و انرژی زیادی دارن. یه جور انرژی خفن ولی به شرطی که کنترلش کنی. و حالا ارتباطش با رشته کامپیوتر چیه؟ بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی. چون همین تابش‌ها روی تراشه‌ها، ماهواره‌ها و حتی سرورهای داده تاثیر میذارن. یعنی اگه یه ذره اشتباه طراحی کنی ممکنه یه ذره رادیواکتیو کل سیستم رو قاطی کنه. خب بریم بخش بعدی سراغ انواع تابش‌های رادیواکتیو. 3 مدل اصلی تابش داریم: آلفا، بتا و گاما. هر کدوم قدرت و جرم و نفوذ متفاوتی دارن که روی این جدول میشه مشاهدهش کرد. آلفا که از همش ضعیفتره، سنگین، نفوذش کم، یعنی در حد یه ورقه کاغذ میشه جلوش گرفت. بعدی میشه بتا که با ورقه های نازک فلزی میشه جلوش گرفت، نفوذش بیشتره و سنگینیش هم متوسط. بعدش گاماه که اشعه خیلی قویه که خب نفوذش هم خیلی زیاده و با ورقه‌های سربی باید جلوش گرفت. گاما از اون حرفا نیست، فقط یه دیوار ضخیم سرب یا بتون میتونه جلوشو بگیره. خب اینو ببینید، این تصویر دقیقا نشون میده هر نوع تابش تا کجا نفوذ میکنه. میبینین که آلفا فقط چند سانتی متری میره، یعنی در حد همون کاغذ میتونه، ولی گاما تا اعماق ماده نفوذ میکنه، مثل یه لیزر پرقدرت از دل همه چیز رد میشه. خب حالا یه نوع خاص‌تر از تابش ها هستش که اسمش کمتر شنیده شده ولی توی صنعت و فضا خیلی مهمه: تابش نوترونی. نوترون خودش رادیواکتیو نیست، اما یه نکته جالب داره: وقتی آزاد میشه میتونه مواد اطرافش رو رادیواکتیو کنه، یعنی یه جورایی خودش پخش کننده آلودگیه. برای همین کنترلش توی نیروگاه‌ها و راکتورها خیلی مهمه، چون اگه زیاد بشه باعث واکنش‌های زنجیره‌ای میشه. حالا نوترون چجوری به دست میاد؟ حالت عادی نیست. منبعش چیه؟ واکنش‌های هسته‌ایه، مثلا ترکیدن راکتورهای هسته‌ای یا بمب‌های هسته‌ای که میخوره تابش نوترونی ایجاد میکنه. خب
بخش بعدی میرسیم به بخش جذابش، جایی که رادیواکتیو میره سراغ علم و تکنولوژی و نشون میده فقط برای انفجار نیست. اول از همه کاربردش رو در فضا بررسی میکنیم. ماهواره‌ها و فضاپیما باید بتونن در برابر تابش‌های رادیواکتیو مقاوم باشه، چون اون بالا بالاخره از جو زمین نیست که جلو تابشاشو بگیره. و خب در نوعی دیگر سوختی که به عنوان ماهواره‌ها و فضاپیما استفاده میشه از سوخت‌های هسته‌ایه. بخش بعدی در سلامت طب پزشکی. از همین انرژی استفاده میشه برای عکسبرداری‌های CT اسکن و PET اسکن. فناوری‌های مثل CT اسکن و PET اسکن از همین انرژی استفاده میکنن تا از داخل بدن عکس بگیرن و خب همه اون اطلاعات توسط کامپیوتر پردازش میشه تا دکترها دقیق‌تر تشخیص بدن. جز حالا این عکس برداری ما شنیدیم بالاخره که پرتو درمانیایی هستش که در اونها استفاده میشه. و بخش آخرش صنعت و فناوری. تو کارخانه ها از پرتوها برای تست مواد، پیدا کردن خطاهای ریز یا حتی ساخت تراشه‌های مقاوم در برابر تابش استفاده میشه. یعنی رادیواکتیو هم پزشک هم مهندس. دقت کنین، رادیواکتیو فقط خطرناک نیست، ابزار علم و فناوری هم هست. یعنی اگر بخوایم میتونیم به نحو احسن ازش استفاده کنیم، جوری که بهمون کمک کنه واقعا. خب بخش بعدی، هر چیزی که قدرت داره خطر هم داره. پس بیاید ببینیم این انواع چه خطرهایی دارن و چطور باید ازشون دوری کنیم. بخش اول باعث آسیب به DNA و سرطان میشه. تابش‌های رادیواکتیوی به طور مستقیم میتونه روی DNA انسان تأثیر بذاره و باعث جهش‌های ژنتیکی یا سرطان بشه. مثلا نسل به نسل یا یک چیزی اضافه داشته باشه بدن یا یک چیزی کم داشته باشه. یعنی مثلا چیزی که توی فیلم ها دیدین یه بخشش واقعیه. بخش بعدی، باید از سپر سوربی و فاصله ایمن استفاده بشه. هیچ کس نمیخواد وسط آزمایش درخشان بشه بالاخره به نوعی. سپر سوربی خب مثلا میتونه تا حد زیادی جلوی تابش ها رو بگیره. و گزینه آخر هم نیروگاه هسته‌ای با دزیمتر سطح تابش رو همیشه کنترل. توی نیروگاه هسته‌ای از دزیمتر استفاده میکنن تا سطح تابش رو کنترل کنن. یه جور حسگر که اگه تابش زیاد بشه سریع هشدار میده. در کل قانون طلایی اینه: فاصلت رو حفظ کن، زمانت رو کنترل کن و پوشش مناسب داشته باش. خب رسیدیم به آخر کار. یه مرور سریع بکنیم تا چیزی از قلم نیفته. امواج رادیواکتیو هم تهدیدن هم فرصت. اگر بدون فکر استفاده بشن خطرناک میشن، ولی اگه با علم و دقت کنترل بشن میتونن آینده فناوری انرژی رو تغییر بدن و بسازن. در واقع فرق فاجعه با پیشرفت فقط یک تصمیم درست. انرژی رادیواکتیو اگه کنترل بشه میتونه آینده رو روشن کنه. و در آخر ممنون که در اینجا همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و نظرتون رو بنویسید تا بدونم چه موضوعایی بیشتر دوست دارین. مرسی که وقت گذاشتین. تا ویدیو بعدی پر انرژی بمونین و کنجکاو.